شما چند بار خواستگاری رفتید؟ من یه بار. واقعا همون بار اول بله رو گرفتی؟ خب آره ببینید یخته سخت بود. وقتی من رفتم خواستگاری خانمم چایی آورد، یه نگاه کردم دیدم خب 1.85 تا. خب یخته برای من سخت بود. بعد به پدر خانمم گفتم میشه من نصفشه بسونم؟ گفت نه اینا رو همه دیگه. بیرونت نکردن؟ نه خوششونومه. خانمم اون موقع فهمید که من از کوتاه بودن قد خودم رنج میبرم. اینم بدون بگم ایشونم هنرمند خانمم، البته نه تو رشته بازیگری، شاعر است، شعر میگه. باریکلا بهش. آره یه روز سر کار اومدم خونه دیدم یه چیز نوشته، حالا نوشته بود که من ناراحت نشم این که قدم کوتاست. حالا اگه اجازه بدن این شعرش من یادم نمیره. شعرش این بود که ای رشید، ای رشید تو که در حسن و لطافت ماهی،